سلام عشق خانم، حالت خوبه؟ سلامتی؟ علیکم سلام جون، خیلی ممنون. بفرما. من در مورد بچه همسایه‌تون یه سوالی بهت بکنم. اون بچه همسایه؟ آرش حاکمی. آرش بچه محمد؟ اون فداشون اونجا نه. خب چه خیرت بیمه؟ راستش بخیر عشق خانم، ما تو دانشگاه به همدی آشنا وارد بیدیم. خب میخوا بیا خواستگاریم، گفتم بیام یه تحقیقاتی در موردش انجام بدم. بچه محمد بچه بسیار خوب و عاقلیه و هر کی هم هر چی بهش میسونه فوق العاده راضیه. چه میفروشه؟ مواد میفروشه؟ نه نمیفهمیدی؟ نه و چه نگفته بی؟ گم تو شرکت سیمان کار میکنم. دختر شرکت سیمان چه کار میه یا الان نون تو مواد درآمد خیلی عالی داره. از روزی که زنه کم طلاق داده وضعش خیلی بهتره. زنک خیلی پیلش میکشه. زنم داشته. زنک که پیلش میکشی و عاجزش که طلاقش داد. دو تا بچه داره مثل دسته گل. این دو تا بچه هم پیرزنی داره اینجا توی کیچه بود. بچه هم داشته. بچه داشته سید نگفته؟ نه هیچی اصلا سیم نگفته بیاش خانم. عزیزم نون تو مواد چه اشکالی داره؟ بعض شرکت سیمان خواه دست در نکنه آش خانم اطلاعی که به ما دادی. برو دست خدا برو به سلامت.